5 تکنیک خطرناک کنترل ذهن. سلام دوستان عزیز، به کانال خودتون خوش آمد. امروز می‌خوایم درباره یه موضوع خیلی مهم، یه موضوعی که به همه ما مربوط میشه صحبت کنیم. کنترل ذهن. اما حقیقت اینه هر روز، هر لحظه یه سری تکنیک‌های کنترل ذهن علیه ما استفاده میشه. این تکنیک ها میتونن روی رفتار ما، تصمیم گیری های ما، باورهامون و حتی احساسات ما تأثیر بذارن. از تبلیغات توی تلویزیون و اینستاگرام گرفته تا خبرهایی که میخونیم و حرفایی که از اطرافیانمون میشنویم، همه میتونن ابزارهایی برای کنترل ذهن باشن. هدف من اینه که با هم یه نگاهی به این تکنیک ها بندازیم، یاد بگیریم چطور شناساییشون کنیم و مهمتر از همه چطور جلوی تأثیرشون رو بگیریم و اختیار زندگیمون رو دوباره به دست خودمون بسپاریم. خب بریم سراغ اولین تکنیک، تبلیغات. همه ما با تبلیغات آشنایی داریم، از تبلیغات تلویزیونی گرفته تا تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی. اما آیا تا به حال به این فکر کردید که تبلیغات چطور میتونن ذهن ما رو کنترل کنن؟ تبلیغات فقط برای معرفی یه محصول یا یه خدمات نیست. تبلیغات یه جور بمباران پیام‌های فریبنده است که میخوان ما رو متقاعد کنن که به چیزی احتیاج داری که واقعا بهش نیازی نداری. تبلیغات از تکنیک‌های روانشناسی استفاده میکنه تا روی ناخودآگاه ما تأثیر بذاره. مثلا استفاده از رنگ‌های جذاب، موسیقی هیجان انگیز و چهره‌های معروف همه برای اینه که ما رو به سمت یه محصول خاص جذب کنن بدون اینکه خودمون متوجه بشیم. تبلیغات مدام داره به ما میگه که خوشبختی رو میشه خرید، که با خرید یه محصول خاص میتونیم جذابتر، موفقتر و محبوبتر بشیم و این پیام ها به مرور زمان روی ذهن ما تأثیر میذارن و باعث میشن که برای خوشبختی به جای اینکه روی خودمون کار کنیم و دنبال علایق و ارزش هامون بریم، به دنبال خریدن محصولات و خدمات باشیم. اما راه حل چیه؟ چطور میتونیم جلوی تأثیر تبلیغات رو بگیریم؟ اول از همه باید آگاه باشیم. باید بدونیم که تبلیغات یه تجارته و هدفش فروشه، نه لزوما کمک به ما. دومی که قبل از این که یه محصولی رو بخری باید بگیم آیا من به این واقعا احتیاج دارم یا نه. یادتون باشه شما اختیار دارید، اختیار این که تحت تاثیر تبلیغات قرار بگیرید یا نه. بریم سراغ دومین تکنیک کنترل ذهن، رسانه‌های اجتماعی. فیسبوک، اینستاگرام، توییتر، تلگرام، همه اینا به جزئی از جدایی ناپذیری از زندگی ما تبدیل شدن. رسانه‌های اجتماعی یه جور توهم از زندگی ایدئال به ما نشون میدن. همه خوشحالن، همه موفقن، همه زندگی بی‌نقصی دارن. این مقایسه مداوم باعث میشه ما از زندگی خودمون ناراضی بشیم. رسانه‌های اجتماعی یه جور اعتیاد هم هستن. اما راه حل چیه؟ چطور میتونیم جلوی اثرات منفی رسانه‌های اجتماعی رو بگیریم؟ اول از همه باید آگاه باشیم. باید بدونیم که رسانه‌های اجتماعی یه بخشی از زندگی هستن، نه همه اون. دوم، باید محدودیت قائل بشیم. باید برای خودمون تعیین کنیم چقدر زمان میخوایم صرف رسانه‌های اجتماعی کنیم. سوم، باید دنبال محتوای مفید و سازنده باشیم. رسانه‌های اجتماعی یه ابزار هستن مثل چاقو. ما تعیین میکنیم چطور از این ابزار استفاده کنیم. حالا میرسیم به سومین تکنیک کنترل ذهن، پروپاگاندا. پروپاگاندا یک کلمه ترسناکه، اما در واقعیت پروپاگاندا چیزی نیست جز انتشار پیام‌های جانبدارانه و اغراق‌آمیز با هدف تاثیرگذاری بر افکار عمومی. پروپاگاندا همه جا هست، توی اخبار،
توی فیلم ها، توی کتاب ها، توی سخنرانی های سیاسی و حتی توی مکالمات روزمره‌مون. هدف پروپاگاندا اینه که ما رو متقاعد کنه که یه تفکر خاص درسته، یه گروه خاص خوبه و یه گروه خاص بده. پروپاگاندا از تکنیک های مختلفی برای تاثیرگذاری روی ذهن ما استفاده میکنه، مثل تکرار، مثل استفاده از شعارهای کوتاه و به یاد ماندنی. اما راه حل چیه؟ چطور میتونیم جلوی تاثیر پروپاگاندا رو بگیریم؟ اول از همه باید آگاه باشیم. باید منابع اطلاعاتی رو بررسی کنیم و به دنبال دیدگاه‌های مختلف باشید. یادتون باشه شما مغز دارید و مغز شما توانایی تفکر انتقادی رو داره. فشار همسالها. همه ما دوست داریم که مورد تایید دیگران باشیم. تعلق داشتن به یک گروه برای ما مهمه و نمیخوایم از بقیه متمایز باشیم و همین تمایل طبیعی انسان به تعلق داشتن میتونه ما رو تبدیل به یه هدف آسون برای کنترل ذهن بکنه. فشار همسالها میتواند شکل‌های متفاوتی داشته باشد. میتواند شبیه تمسخر، تحقیر و ترک کردن باشد و میتواند شبیه تشویق، تایید و پاداش دادن باشد. فشار همسالها میتواند ما رو وادار کند کارهایی رو انجام بدهیم که با باورها و ارزش‌های ما سازگار نیستند. اما راه حل چیست؟ چطور میتوانیم جلوی تأثیر فشار همسالها رو بگیریم؟ اول از همه باید اعتماد به نفس داشته باشیم. باید به خودمان، به ارزش‌هایمان، به باورهایمان ایمان داشته باشیم و از اینکه با بقیه متفاوت هستیم نترسیم. دوم، باید با افراد مثبت و حامی ما معاشرت کنید. یادتان باشد شما یه انسان منحصر به فرد هستید با استعدادها و توانایی‌های خاص خودتان. و اما میرسیم به آخری تکنیک کنترل ذهن که قراره درباره‌اش صحبت کنیم. تکنیک‌های روانشناسی. تکنیک‌های روانشناسی میتونن برای اهداف مختلفی استفاده بشن. برای خرید یه محصول خاص، تکنیک‌های روانشناسی روی ناخودآگاه ما تأثیر میذارن و باعث میشون بدون اینکه ما خودمون متوجه بشیم رفتارهامون رو تغییر بدیم. یکی از متداول‌ترین تکنیک‌های روانشناسی حالای در هست. در این تکنیک ابتدا از شما یه درخواست کوچک میشود که به راحتی با آن موافقت میکنید. بعد از اینکه با اون درخواست کوچک موافقت کردید، یک درخواست بزرگتر از شما میشود و شما برای اینکه قبلا با یه درخواست کوچکتر موافقت کردید، احتمال بیشتری دارد که با این درخواست بزرگتر هم موافقت کنید. یه تکنیک دیگه، تکنیک درب روی صورت. در این تکنیک ابتدا از شما یه درخواست بزرگ و غیر منطقی میشه که به احتمال زیاد با اون مخالفت میکنید. بعد از اینکه با اون درخواست بزرگ مخالفت کردید، یه درخواست کوچکتر و منطقی تر از شما میشود و شما احساس میکنید که طرف مقابل از درخواست اولیه خودش کوتاه اومده، احتمال بیشتری داره که با این درخواست کوچکتر موافقت کنید. اما راه حل چیه؟ چطور میتونیم جلوی تکنیک های روانشناسی رو بگیریم؟ اول از همه باید آگاه باشیم. باید با متداول ترین تکنیک های روانشناسی آشنا باشیم و بدونیم این تکنیک ها چجور کار میکنن. یادتون باشه شما ارباب ذهن و احساسات خودتون هستین. خب دوستان عزیز، این بود یه نگاه کوتاه به 5 تکنیک خطرناک کنترل ذهن که هر روز علیه ما استفاده میشه. یادتون باشه آگاهی اولین قدم برای مقابله با این تکنیک هاست. ممنونم که تا آخر ویدیو همراه من بودید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما اونو لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. تا ویدیو بعدی مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.